خوندن مقالات علمی برای بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران میتونه کاری دشوار و حتی دلسرد کننده به نظر برسه. زبان تخصصی، اصطلاحات پیچیده و ساختار رسمی این مقالات باعث میشه که توی نگاه اول متن بسیار ناشناخته باشه. اما اگه ساختار استاندارد مقالات پژوهشی رو بشناسیم، درک اون بسیار راحت تر میشه. بیشتر مقالات علمی بر اساس قالبی به نام ایمراد نوشته میشن، یعنی 4 بخش اصلی: مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث و نتیجه گیری. همچنین تمام اطلاعاتی که در موردش صحبت میکنیم درون یک بخش 150 تا 300 کلمه‌ای به نام چکیده خلاصه میشه. بریم سراغ بخش اول. مقدمه یا اینتروداکشن جاییه که نویسنده مسئله تحقیق رو معرفی میکنه. با مرور پیشینه مطالعاتی خلأ موجود رو نشون میده و توضیح میده چرا این پژوهش انجام شده. وقتی این بخش رو میخونید باید بفهمید سوال اصلی تحقیق چی بوده و هدف پژوهشگر چه چیزی بوده. بخش مواد و روش‌ها یا Methods and Materials دقیق ترین قسمت مقاله هست. چه نوع مطالعه بوده، چه کسانی درون اون شرکت کردن و داده‌ها چجوری جمع‌آوری و تحلیل شده. اهمیت این بخش توی اونه که نشون میده آیا نتایج مقاله معتبر هست یا نه. بعد میریم سراغ بخش نتایج. این قسمت فقط یافته‌های به دست اومده رو بدون تفسیر بیان میکنه. معمولاً با جداول، نمودارها و آمار همراه هست. برای خوندن نتایج کافیه که مفهوم کلی داده‌ها رو درک کنید و اونها رو با هدف تحقیق ارتباط بدید. بعد از اون بخش بحث یا دیسکاشن قرار داره. توی اینجا پژوهشگر یافته‌ها رو تفسیر میکنه، اونها رو با مطالعات قبلی مقایسه میکنه، محدودیت‌ها رو توضیح میده و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه میده. این بخش به شما کمک میکنه معنی واقعی نتایج رو بفهمید و نگاه انتقادی به مقاله داشته باشید. خب، یک بخش داریم به نام چکیده که تصویر کلی از کل مقاله هست. چکیده معمولا شامل مسئله پژوهش، روش کار، نتایج و جمع‌بندی نهایی هست و برای این طراحی شده که خواننده توی زمان کوتاهی بفهمه آیا مقاله ارزش مطالعه دقیق‌تر داره یا نه.